ای مادر من گل محمد، دلبند صدیق محبوب احمد، جبریل به تو سلام رسانده، از سوی خدا پیام رسانده. گفته است تو را به سوره نور، هرگز مشو ای عفیف رنجور، پاکان ز خسان نمی هراسند، در نزد خدا همیشه خاصند، در نزد خدا همیشه خاصند. ای مادر من گل محمد، دلبند صدیق محبوب احمد، جبریل به تو سلام رسانده، از سوی خدا پیام رسانده. آن کس که بعد تو را بگوید انفاس بهشتیان نبوید، انفاس بهشتیان نبوید، در علم و اراده سروری تو، یک بارقه از پیامبری تو، یک بارقه از پیامبری تو. ای مادر من گل محمد، دلبند صدیق محبوب احمد، جبریل به تو سلام رسانده، از سوی خدا پیام رسانده.